برادران عزیز میخوام پیش ای ویدیو را سر کردن یک سخن کنم کسانی که در گیویمو یعنی که سپانسرشی تشکر زیاد برای باوریتون و ما باور دارم که خیلی شما را ابیشت کردم و همو خیلی دستگیری میکنم برادران و نفرایی که یعنی سپانسر نشیدیم باور دارم که پشیمون میشیم برای کارتون به خاطر که ما این شانسی که مونده بودم یگان بلاگر یگان نفر شما دا نمیدونست تو در این شانس و همگی سرپرستیدن 1000 روبل بود که شما در 1000 روبل میتونید صاحبی یک ماه یا مونتاژ کانالتون یعنی ویدیوتون ما با کلا بگیرم یا اینکه یک ماه دیزاین و ابلوشکای ما ویدیوتون تیار کنم با طریق کامپیوتر یا اینکه یک ماه ده همه ویدیو کانال تا رکلام کنم یا که هر روز چنین 3 روز سابشست و کنم کانال تا یا که یک ماه تامینات از موزیکای بزافترسکی پراف و کانال اگر یگان خطاگی داشته باشه یگان اسپراوید مثلا کردن در کار باشه نشاطی نستروی کوش و ما این چیزا را همش پیشنهاد کردیم ولی متاسفانه بسیاری از شما نخواستین چیزا ولیکن ما اوج علاقه‌ای و محکم کردیم و تشکر زیاد برای هر یک نفری که برای ما دستگیری کرد و سپانسر شد. تشکر زیاد دیگه ما آدم قبول نمیکنیم برادر و ما میگذاریم ویدیوی نوبتی را سر میکنیم. سلام علیکم به کلی تماشابینان و به هر یک نفری که ویدیوی ما را حال تماشا کرده ایستاده است. برادر امروز ما گپ میزنیم درباره یک موضوع بنهایت مهمه که بسیاری از شما همین چیزا انتظار بودین لیکن باور نداشتین که همین میشود و ما گپ میزنیم درباره اینه که نفری که مثلا تلگرام اختراع کرده است و داد که در سال 2021 تلگرام مانند یوتیوب مانتیزاسیون میشه و یعنی که مانند یوتیوب بتونه شما ویدیوتون رو وارد کنین افتر اسکیپ رفت باز هم در اول افتر اسکیپ رفت شهوزی استاپ راسینگ گفتگی نیست لیکن همین قدر شه گفتگی که باید تا می سال 2021 تا آخری سال پولنی تلگرام پلات نشوه یعنی که سومتا برای شما رو برای هر یک ویدیو وارد کردنتون با همین خاطر برادرو کدومی که تلگرام نداره بکشوین تلگرام و ما در چند ویدیو گفتگیم که باید ابیزت شما داشته باشین پادپیچ جمع کنین و جدت کنین روزی که با مانتیزاسیون کانال شما یعنی که تلگرام هم میکشوین و ما ابیزت با همون روز ویدیو میکنیم که اوج علاقه تلگرام شما میتونه که پل کار کردن بگیره و چی استروگو یعنی که مانند یوتیوب چی چیزا را زاپریتید میکنه و چی چیزا را افتر اسکیپ را و از کجا خیلی دسترس کردن چیزا کاروچی ما در این باره در همش با انشالله که امی وقتی که پول پلات نشید ویدیو میکنم برادرو با همین خاطر فراموش نمیکنیم برادرو بکشوین تلگرام کانال و پادپیچکاتون جمع کردن میگیرین علاقه لیکن پس را سکنه که بوت نباشه به خاطر که مانند امی یوتیوبتون خیلی که ما میبینیم بسیاری وقتا تلگرام کانال ما مکتب بلاگری چادا میدروین اکا ما با کانال پادپیچا که ما میدونم تو با 5 اکانت پادپیچا میکنیم ما هم قدر میگم برادرو خیلی نکنین پروستا بودی چی نیست بعد میپارتیم ویدیو اکا چه ویدیو ما 50 پراسموتر گرفت یا 40 پراسموتر برای که یک تاش کانال گلاونی باشد 10-20 تا دیگه 100 تا دیگهش اکانت خالی میشه و آدم هیچ وقت نمیدونه با 5 اکانت که تو پادپیچا کرد و 5 اکانت داره ویدیو را تماشا کنه به همین خاطر برادرای خیلی بوتی پروستا تکبر نکنین در کانالتون و پس را سکنه که آدمو جوی باشه پس 100 مثلا участник یعنی 100 подписчик باشه در کانال خوبه اوی که 1000 مثلا подписчик داره که شما دا واپشه یگون چی رزولتات نمیته یگون ویدیوتون تماشا نمیکنن به همین خاطر فراموش نمیکنیم برادران میدروین جمع میکنیم پادپیچکاتون و باز هم اگر اخباراتی نو شید ما ابیزاتینا برای شما را میفهمونیم برادران خیر ویدیو امروزه ما آن همین بود و ما خواستیم که درباره شما آن همین اخباری نو یعنی که پلات نشیدنی تلگرام برای شما را پیشنهاد کنیم برادران و کدام با چی فکر عقیده داره و یگان سوالی واژنی داره میتونید در کامنتر نویسین و یا که اینستاگرام مو میبروید در انمیجا نویستگی و یا که سلکش ابیزاتی نمیشه در کامنتر همین ویدیو برادران خیر فراموش نمیکنیم ویدیو را دستگیری میکنیم لایک پادلیسا و باز چیزی که شید اویدی نویگری های هر سوسیال سیتو و ما ابیزاتی پیشنهادی هر یک تا شما میکنیم خیر در پناه الله باشین تا ویدیو آینده خیر